بو مرتو پچیده. تو زن ما چیکار کنه؟ اگه قرار باشه زن بدم خود زن بدم. تو جرأت نداری بهم زن خو یک و دو بگی با تو زن میتونی بکنی. حمالی به طرف تو سل میکنه بند به بند تو میلرزه. من مثال گفتم. مثال چی داره؟ همین اگه به طرف تو کج سعی کنه اگه قرار باشه زخمی بشی خون زرد باشه تو فرمودم زخمی. ولی تو دلجم باش. خسرو جان شما که قرار بود که زنی بیاریم بخونه چیکار شد زن نگرفتیم؟ میشه او کارم میشه. بخیر بو مراد خم برسون. تم باز میبینی که به تازی خونه اشته کلگوری را میره. خوبه ببینیم و تعریف کنیم. دیگه اقصد تعریف میکردیم. ببینیم اینو داره. بگم که بیایه. بگیم. بگم که بیایه. دیگه. آش گپی نیه. اقدامی هل نکنی با سکته کنی. پای میزنی خسرو جان. خیال ما نمیایه. خیال تو نمیایه. خیال تم نمیایه. میایه بخیر. میایه. خب. بگم بیایه. دیگه بگیم که بیایه. سقرا جو. سقرا. بیا جگره بیا. سلام. بخیر پچیده اونجا پیشی خوبشی. برو برو. همین گربه چینی فروش بد نمیبره که من از تو بد میبره. بیلا. سلام. با ماه شب چاردیه. ای برو بامر تو. به تو چی؟ به تو چی که ماه شب چاردیه؟ بفهمیدی؟ از این ساعت به تعزی خونه ای بایی میکنه. از این ساعت کلون خونه اینه. ارباب خونه اینه. کلیا سر بکسا و همه چی به دست تعزی میفتکه. تو فقط عین یک خدمتکاری بخیره کشی میگه انالی تیار کردی. بله تو که نیست شدی من غلام. همیته میگفتم. تو خو میگفتی خسرو من نمیتونه. خسرو من نمیتونه زن کنه. خسرو من زن جوانی آورده نمیتونه. چند سالیه به نظر شما زنشو؟ میفهمم. نه حل بسل کنیم. یاره 13.5 سال بیشتر نخواه باشه 14 نشده. هم بابا تو گپ نزنی بیتره. 13.5 سالیه. بعد تو نیه چکا کردن خب پیار من چشما خورم تر انداز. پین نگاه میکنم. سکو زن میکنم. بریم به ما این زن بدیم. حامال اسم زن رو بدید سکو. تو قرود بری به ملیدن میجگا بس خلاص بشیشتی. و چکا کنم میشه مدام جنگ و جنجال باشه بین موازی به خاطر همیته گفا. شما یک کلمه به شما واضح بگم. از این لحظه به داخل از این خونه هر گپی هر کاری داشتیم از این اجازه میدیم. بفهمیدی؟ بابا خدا درسته من احترام اینا دارم. با سبا روز اینجی من حوصله ندارم. بگر نوبت بگذاری من گفتم. نوبت هم میگذاره. بخیر نوبت رفتن طور میگذاره. تو دلجم باش. الهی که خیر بگی. خدا تو رو عمر بده. واقعا من تالی ندیده بودم که زن ایت چشم چابک باشه و ایت مقبول جاری کنه. البته خیره که نصف نلیچم بمونده خیر باشه. قبل نداره. تو چیه؟ اگر خواست خدا رفته باشه بری دائمی جاری میکنی اینجا برای خیلی خوشی مونده نمیشه. سلامت. میگفتی که عروس به تو گلا چای هم میآوردن. اینا با کجایم؟ خود میمیرم درست نکنم. کجای عروس؟ عروس؟ ای مرگ بله، ای لوکک بله، ای سپورزی بله. یک دفعه نشد که تو صدا کنم. صدا کنم شولندقر خورم خده بیایم یک دقیقه. بابا دیگه دست شما روزی ندارید دیگه زودتر زن کو بیارید دیگه. بیاوردم چون نزن. خواهشانه دیگه این دفعه رو پیش زن بخوار نزنم چکار میشه؟ بیا گپ نزن بیا تو همون زن به سر تو اضافه به خدا ایفهم زن به تو. سلام بابا جان. و علیکم بشه میجی بشی. چرا وقتی که دختر مسلمان کار میکن تو بزو گلا چای نمیاری بی پدر؟ دیگه امر فرمایشی نداریم. امر فرمایشی نیه. ای که نوکر شخصی تو خونه به خونه که به تو جارو کشی کنه تو یک گلاس چای هم بزو نیاری. من مگه نوکر شخصی شما که یک عمر جارو کردم چای دم کردم دیگبار کردم. خب تو عروس از خونه ای تو مجبوری
تو پس بری چی استونده باره بچه اول خب به کلفتی آوردیم به اینجی. وظیفه تو همینه. خوبه با خدا. زن تو خیلی زبونی داره. بابا آقا زن مرگ بابا، لوکک بابا، سرطون بابا، شیطون میگه میتونم تکوش از این بزن که البته نیم ساعت سولو بچرخه. بی پدر به جلو رو تو یک سر ما جواب بده. نه یعنی گفتک شما خدمتی بخوا آوردیم یا ما خدمتی از اوناییم ایتم خدمتی چی داره؟ همه هر چی باشه یک گلو چای ارزش نداره. به تعبیر خونه مثل کک بری سرسر میکنه برای شما. ها؟ فلاکسا پور چای مرگ فلاکسا پور. تو چه چی با فوج گرفته؟ زن چوب باشه خیر خود به خود چای میریزی. نمای چرا خود تو چای میگیری؟ این بری چیه به تعزی خونه؟ مثل خس بری بپنگی در بسته بخورده. خوب کاری کردم از شومه بوده. از شومه بوده. بابا. شو تو باز از کی میخوره؟ باز ای را آوردیم که کارا خونه رو بکنه. اینجی نبودین که باز من به اینجی بیام خدمت از ایر بکنم. ایگ آمده اینجی کلفت باشه، خدمتکار باشه یا من؟ بابا زن من راست میگه. آخه زن هم از خود شخصیت کلفتی قرب کنه. یعنی زن تو شخصیت داره، سیاست نداره. شخصیت ها دنیا رو همه به زن تو دادن، این هیچ حق نداره. خب داره دیگه، خب وظیفی و همونه دیگه. وظیفی و باشه مونه. همه یک کارگری به خونه میاری از چای و او و نونی و با خبر نباید بشی. خب با خبر آدم باشه، ولی بابا به کل من شک شدم، من نمیفهمم. شک نداره. البته یک کلمه پسکنده بگو. این خیلی که کار کنه به تعزی خونه یک روز الا 2 روز دیگه. یعنی جواب میدین؟ نه چرا بدر کنم. یک چشم شما بخنده یک گریه کنه این میرم خشونی میکنه. ما حالی بفهمیدم که یک زن زحمتکشه، واقعا یک زن خونجم کنیه، یک زن سازگاریه. از اینکه این اکثر ما به پرو بیاریم زن تو بیجاری به در کنه چی به درد میخوره. این اگه خواست خدا رفته باشه اشته سقرا جون میام به خیر به خسرونی تو. انا او وقت که بازی به تعزی خونه آمد باز تو میفهمی و زن تو و کارت ایتا به طرف به حالت زار سیل نکن. خوب اگه 1000 از این کارا بکنیم من انشالله این زن رو میستونم. دل من نماست وقتا، ولی حالی که دیدم زن زحمتکش پرتلاشه چرا می نستونم. بابا کمی دیگه هم فکر کنیم. چی فکر کنم؟ خوب فکر کنیم. ایت کارا فکر مایه. این مسئله مرگ و زندگیه. هیچی فکر نمایه. فکر مایه چکا کنه. وقتی که عروس به جلو رو تو جواب بده، نواسم به جلو رو به گپ زنه، تو نتونی از پیر خود دفاع کنی، از حق پیر خود دفاع کنی، به پیر تو بی‌تره میکنم، هرگز خدا میتونه نباشه. ها دیگه چی گفت؟ ازم فکرها خور بکن. فکرها ما بشد دلجا فکرها خوب کرد. گوشی تو نه باید دسته کینه. ای بابا یه لکو. یه لکو. ما بزی وقتی می جنجال داره این همه زنگ زده. ایته به تعزی خونه بره شما باداری بیارم، اربابی بیارم که زنشو نتونیم خود چرخ بدیم. خب تو صدا کردم اینجا که با تو بگم برو مادر پیر خود صدا کن. برو مادر خود پیر خود صدا کن. به اونو چی کار دارم؟ کار دارم. گپ باره گپ نیاد. یک کلمه با تو بگم برو مادر خود پیر خود صدا کن. به اونا چی کار داری؟ چه زبانی هم داره؟ بخی. درست نشده به خونه آمده خود که ملکت چی کرد؟ گپی یا گفت نباشه. قرقر نکن تا در خود. مادر ایده آشه باشه ما بپرسم که مگر یک و جبراغن دیشته باشه. ارباب دل شما بگذارم. خوشو شما صدا میکنم، خوشو جان شما. پیر شما هم خوشو جان شما صدا میکنم. بله. کی؟ خوشو جان شما صدا میکنم. باز چی گپه؟ ای خدا جان. بله سلام علیکم. میگم اولی که به می دختر خود کمی کمان معرفت یاد بدی. وی چه کار شده دختر؟ دختر تو همون معرفت نداره. خوبه به خدا هر روزی که شما آمدیم دختر من بی معرفت شده. دیگه. بگم ساکت باشی. از امرو من به شما دستور میدم. شما به ما دستور میدید؟ بله. اشته زمانه شده ای خدا. الکی خنده نکن. چه کار شده؟ هیچ کار. میری تا خونه پاک پکیزه جاری میکنی، یک چاش دادن بار میکنی. با دختر هم کار یاد میگی. امروز سبایی که خود سونا دست را بزنن، دختر تو 2 دست دو پدراستن هیچ شب یاد نداره. شما نمایه غم دختر من بخوره، او انو خورده بفهمیدین. بعد از او هم من اینچی کلفت شما کنیم برم تا خونه ها رو جلو کنم که برم بره شما دیگ بار کنم. نه بابا بس دیگه صبرم تا اندازه دیگه. آخو از گریم خود راستن نکن که من یکی بگن از خونه بری. بیا از من نمیستم. خود زن و کنیز خونه کنیه. از کی فتر کلفت خونه مال دستور میده.
هنو کچالی تو حواله نشده که به ما دستور میدی. خب راست میگم. شما کینو که اینجا به سر ما خودخور میسازیم. ایده که چاری به تو نشون برو که مگر کیف کنی. با تو چی؟ کی گپا میزنی؟ بعد از هجی صاحب ارباب تازی خونه منو اونه به من دستور دادن که کلون از خونه توری. میگم زن اگه این رقم که هسته بیا که اینجا جامعه اتونیه، بیا که از اینجا بریم. ایت پیار نوکر تاقونه با ما شاهزادی تیار کرده، تاج سری تیار کرده، نه و اینجا جا دیگه اختلاطی بکن، دیگه اختلاطی بکن. کمال خواسته باشه و میاد که شما بیرون میکنم. چرا بیرون کنیم؟ خود ما نمیستیم. تو ما بیرون میکنیم، ما خود ما میریم. سگو پیار نبرد مگر بده. بریم بیا زن که بریم. اینجا جا مانیه، جا امیت کلفتایه. کار دورون رسیده. ببین دیگه جمع کن. ایشون نوالا کشیدی که برای بابا خونه تخلیه کردم دختر سکو چی یا مورد پیار به با پیار سکو مادر سکو اشتی چیزی و میاد که شما بیری بگم بخیه بری خودم شدم ارباب از این خونه. سلام کوکمه. سلام. چی اول داری؟ مونده نباشه. خوبی بخیری؟ شکر. سلامتی؟ الحمدلله. خیلی مونده شدم. چای برای شما میارم ولی بگی شما که دم کن. خیلی بینی. خیلی بینی. یعنی عروض تو بزی خونه امدی حالی من میفهمم که میام به خونه دل جمعم بس خلاص نینو من تیاره. سلام بابو جان. و علیکم. خوبیم شما؟ چرا در خونه تک تک نمی کنی پدر نلدم تو داخلی؟ بچه همینجا ناسن خوش شلوک بمیندازه به خونه. آخه ما خب بوزه چی نشو مشکل شیشتیم داره؟ گپ میگه یک دم ناسن دیدیم و گپ خصوصی داشتیم خودیم. شما به سن سال چی گپ خصوصی میتونیم داشته باشیم تو به قرآن؟ لا حول ولا شیطان میگه میتونه بزنم تگوش از این. خب ولی خیریت به چی کاره بدی؟ به چی کاره بدی ها؟ آخه بابو بیا آمدم بگم که به شما این ماده پیار ولی بیرون کرده از خونه 2 روز نشده بیا آمدم به اینجا. خوب کار کرده. هم پیار بیننگ تو نمیتونی از خونه کرایه بده ها؟ الهی شکر. خیلی هم خوشحال شدم. خیر ببینی زن. خدا تو عمر بده که ببین سر پیری حداقل حال ما به زنده خو میفهم. وقت برو دنبال پیار خو. وقت من بیرون شو. وقت گپ نزن. وقت تیز. دیگه نمام رنگ شما رو ببینم. خاک به سر شما شه. شما به خوبی خود نفهمیدین. به شما کسی را آوردم که بزی خونه خدمت کنه نفهمیدین. برای این گپ مفت زده. خوب شد برفتم. الهی شکر زن. الهی از اون شکر. قدیم عدیم میگم آه. نون سرکه و شویکه. ای خیر بینی. انا این سرسرا ترتزک. این سر بخته سرسرا گندانا. گندانا.